Bonjour. Encore cours, encore moi. On commence. سلام. دوباره درس، دوباره من. شروع کنیم. امروز صفحه 26 رو داریم. 26 فایل صوتی و یه گرامر کوچولو. قبل از اینکه فایل صوتی رو گوش بدیم بگم که ما تا الان با 4 تا فعل آشنا شدیم. avoir، être، naître متولد شدن، habiter سکونت داشتن. امروز میخوایم با یه فعل دیگه آشنا بشیم. parler که تو فایل صوتی ازش استفاده شده. بریم فایل رو گوش بدیم، ترجمهش کنیم و نکته ها رو من وسطش براتون میگم. En route pour le festival. En route pour le festival. در حال سفر به جشنواره. Ah, tu habites en Espagne, Anna? Tu habites dans quelle ville? گفت که تو توی اسپانیا زندگی میکنی یا نه؟ تو توی چه شهری زندگی میکنی؟ باز نکته گرامری که تو درسای قبلی داشتیم. برای کشورهای فمینن که به حرف او ختم میشه، حرف اضافمون آن بود و اینجا از کلمه کل استفاده کرده که گرامرمون مربوط به اونه. کل ویل. J'habite à Barcelone. j'habite à Barcelone. بازم برای اسم شهرها همیشه از ا استفاده میکنیم. Tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue. کل داریم دوباره تو گرامر میفهمیم. گفته پغلم که گفتیم پغله یعنی صحبت کردن. تو به چه زبانهایی صحبت میکنی؟ Je parle français, espagnol et anglais. Et toi? من فرانسوی، اسپانیایی و انگلیسی صحبت میکنم. تو چی؟ Moi, je parle français et espagnol. من فرانسوی و اسپانیایی صحبت میکنم. Et tu aimes la musique? تو هم لا موزیک. آیا موسیقی رو دوست داری؟ Oui. Et toi? J'aime la musique et la bande dessinée. من موزیک رو دوست دارم و باند دسینه، کتاب های کمیک یا داستان مصور. یه نکته هم بگم، مخفف باند دسینه بده. هر جا بده دیدید منظورش همین کتاب های کمیکه. Ah, tu aimes quels auteurs? Moi, j'aime Isabelle Pralon. تو هم کلز اتاق. خب اتاق که میشد نویسنده، پس اینجا کل داشتیم دوباره. اتاق زم که قبلا داشتیم توی دکمانای قبلی یعنی نویسنده. ژم ایزابل پرالونگ. من ایزابل پرالونگ رو دوست دارم. Oui, Isabelle Pralon, Charles Burns. Oh! Nous sommes à Angoulême, Juliette. Tu as Facebook ou Instagram? J'ai بله، ایزابل پرالونگ، چارلز بورن. ما در آنگولمیم. جولیت، تو فیسبوک یا اینستاگرام داری؟ فیسبوک، اینستاگرام. خب آنگولم هم که گفتیم شهر، قبلش اومد. نکتهش هم اینه که این شهر به خاطر اینکه همیشه جشنواره‌های بین‌المللی کمیک توش برقرار میشه خیلی معروفه. Instagram. J'ai aussi un numéro de téléphone. من اینستاگرام دارم. نمره دو تلفن، یه شماره تلفنم دارم. اوسی هم یعنی همچنین. Quel est ton numéro? کلتون نمره. دوباره کل داریم. C'est le 06 80 72 86 45. بازم شماره تلفن داشتیم. دیدید که دوتا خون شماره تلفن ها رو. راجع به خوندن عددهای بالای 60 هم تو درس بعدی صحبت میکنیم که چطوری باید بخونیمشون. Moi, c'est le 06 90 32 71 66. بازم شماره تلفن داشتیم. دوتا خوندش. موام که میشه من. مال من اینه. شماره تلفن من اینه. Bon. À bientôt, Anna. ابیانتو یعنی به زودی میبینمت. Oui, à bientôt. Bon festival. بله، به زودی میبینمت. بون فستیوال
یعنی جشنواره خوبی داشته باشی. هر وقت بون بیاد، بون ژورنه، بون فستیوال، یعنی اون چیز خوبی رو داشته باشی، روز خوبی رو داشته باشی، جشنواره خوبی رو داشته باشی. بون اپتی. Merci Anna. Au revoir. اوغوواق یعنی خداحافظ. خب قبل از اینکه بریم سوالا رو بخونیم اینجا رو نگاه کنید. فعل پغله رو داریم، صرف فعلش. پغله یعنی صحبت کردن. Je parle, tu parles, elle parle, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. توی ایل و ال جمع همیشه تو زمان حال یه اوینته به آخر فعلمون اضافه میشه ولی خونده نمیشه. یعنی ال پغل، ایل پغل مفرد و جمعش یه جور خونده میشه. کمپرانسیون اورال، انتره ان ماتیر، اکتیویته 1. سوال اول. vous aimez parler en voiture؟ دوست دارید که توی ماشین صحبت کنید؟ میتونید هر جوابی بدید. Oui, j'aime parler en voiture. من دوست دارم که تو ماشین صحبت کنم. اکتیویته 2. vrai ou faux؟ آنا et Juliette parlent de loisirs. و انتش خونده نشد. آنا و جولیت داشتن درباره علایقشون صحبت میکردن. C'est vrai, آنا et Juliette parlent de loisirs. اکتیویته 3. آنا habite dans quel pays et dans quelle ville؟ آنا زندگی میکرد تو چه کشوری و در چه شهری؟ کل اومده باز. آنا habite en Espagne, elle habite à Bruxelles. Activité 3. Juliette et Anna parlent français, anglais et espagnol. کدومشون درسته؟ صحبت میکردن فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی. پرل و انتش خونده نمیشه. درسته، صحبت میکردن. ب. ام la musique et la bande dessinée. دوست داشتن موزیکو و کتاب‌های کمیکو. ام و انتش خونده نمیشه. اینم درسته. س. échange le mail et le numéro de téléphone. تبادل میکردن ایمیل و شماره تلفنشون رو. غلطه. شماره تلفن و فیسبوک اینستاگرامشون بود. اشانج هم او انتش خونده نمیشه. پس او ب. numéro 5. quel est le numéro de téléphone d'Anna؟ شماره تلفن آنا چند بود؟ شماره ب درسته. دوتا باید بخونی. 06 80 32 71 66. production orale à deux. 2 نفره باید انجام بدید. vous échangez vos coordonnées avec votre voisin. اشانژه کنید، تبادل کنید اطلاعات تماستون رو با همگروهیتون. میتونید از پوق زیر استفاده بکنید. سوالا رو بگید و جوابا رو با این کلمات شروع کنید. جمله اول. کلتون نومرو دو تلفن؟ کل. شماره تلفن چیه؟ جوابش میشه سلو. بعد شماره تلفنتون رو دوتا بگید. سوال بعدی. کلتون میل؟ ایمیل چیه؟ سه. از عقب از .com استفاده کنید. سوال بعدی. تو از فیسبوک، تو از اینستاگرام از فعل avoir استفاده کرده. وی او نو. جوابتون رو میتونید بگید. خب گرامر داریم. گرامر. l'adjectif interrogatif quel. صفت پرسشی کل. فونکسیونمون چجوری کار میکنه؟ اول اینجا رو نگاه بکنید. اگه ما اسمی داشته باشیم که مسکولن باشه، مذکر باشه و سنگولیر باشه، مفرد باشه، میخوایم یه صفت پرسشی در موردش به کار ببریم، کل میذاریم. به این شکل نوشته شه. اگر ما یه اسم داشته باشیم مسکولن باشه، مذکر باشه و پلوریل باشه، جمع باشه، کل داریم با اس جمع. این شکلی نوشته میشه. اگه فمینن باشه، مؤنث باشه، سنگولیر، مفرد، کلمون ال او میگیره آخرش، کل. و اگه فمینن باشه و پلوریل باشه، کلمون اس جمع میگیره. کل est un adjectif. یه صفت. il
il s'accorde avec le nom qu'il accompagne. میگه تطابق پیدا میکنه با اسمی که همراهش میاد. یعنی همون چیزی که بالا گفتیم، اگر مؤنث و جمع باشه هم نشانه مؤنث میگیره هم اس جمع میگیره. l'adjectif quel permet de poser une question. صفت کل اجازه میده که شما یک سوال رو مطرح کنید. échauffement. observez les mots soulignés. نگاه بکنید به کلماتی که زیرش خط کشیده شده. ils sont au masculin, au féminin, au pluriel. گفته کدومشونن، مسکولنن، فمیننن یا پلوریل. تو habites dans quelle ville. خب ویل اسممونه، مؤنثه، او داره آخرش، کلمونم کل مفرد مؤنثه میشه سنگولیر فمینن. ب تو parles quelle langue. لانگ هم مؤنثه فمیننه هم اس جمع داره، جمع پلوریل، پس کلما میشه فمینن پلوریل. سه کل تو نومرو. نومرو اسممونه، مسکولنه و سنگولیره، پس میشه مسکولن سنگولیر مفرد. د تو ام کل اوتور. اوتور مسکولنه اس جمع داره، پس میشه مسکولن پلوریل. تمرین داریم. اکتیویته 2 choisissez la bonne réponse. جواب درست رو پیدا کنید یا اینجا جواب درست بدید. tu as quel âge. âge مسکولن و سنگولیره، پس این میشه tu parles quelle langue. langue پلوریل فمیننه، پس میشه این. سه tu aimes quelle musique. موزیک سنگولیره و فمیننه، پس میشه این. د تو پراتیک quel loisir. لوازیر مسکولنه و پلوریل، پس میشه این. پرودوکسیون اورال. اکتیویته 3 دو به دو انجام بدید. vous posez des questions à votre voisin. شما سوال طرح میکنید از همگروهیتون. پی، وی، لانگ، لوازیر. utiliser quel. از کل استفاده کنید. همینجا داشتیم مثلا تو کلج. از همین سوالا میتونید استفاده کنید. درس ما به همین سادگی تموم شد. میبینمتون. ابیانتو.